از شغلم استفاده دادم. بعد 8 ماه کار کردن توی یک شرکت رسانه‌ای تصمیم گرفتم که ازش خارج بشم. احتمالاً الان این سوال تو ذهنته که خب چرا باید این کار انجام میدادی؟ بذار ماجراشو برات تعریف کنم. من 8 ماه به صورت ریموت برای شرکت رسانه‌ای کار میکردم. یه شرکت رسانه‌ای که شعبه‌های مختلفی توی شهرهای مختلف داشت و منم زیر نظر شعبه تهرانشون کار میکردم و خودم هم توی مشهدم. از همون روزای اول که وارد این شغل شده بودم خیلی همه چی گل و بلبل نبود. یه صفحه 100 میلیونی ازم گرفتن و نحوه امضای قراردادش هم یه حالت عجیب غریبی بود. اینطوری بود که اول کار میکردی و بعد برای اون مدت زمانی که کار کرده بودی قرارداد امضا میکردی. یعنی مثلا من اگه دی ماه وارد این کار شدم، اسفند ماه یه قرارداد 3 ماهه برای اون 3 ماهی که کار کرده بودم امضا کردم. از همون ماهای اول حقوق همیشه یه خورده عقب‌تر پرداخت میکردن، ولی خب به مرور این تأخیر بیشتر شد. یعنی به جایی رسید که حقوقم 3 ماه بود عقب بود و بیمه‌ای هم برای 2 ماه گذشتم رد نشده بود و از اونجایی که اخیراً قراردادی رو هم امضا نکرده بودم خیلی احساس ناامنی نسبت به این شغل داشتم. هر زمانم که از کارفرما یا از کارشناس مالی میپرسیدم که کی بالاخره قرار حقوق بدین یا بیمه برام رد میکنید، میگفتن که چند روز دیگه و یه هفته دیگه و 2 هفته دیگه و این حرفا. و خب منم به خاطر اون سفته‌ای که دستشون داشتم خودم رو مجاب میکردم که حتما با وجود همین مشکلات کارشون رو درست انجام بدم و یه وقت بهونه‌ای دستشون ندم. خلاصه فشار از همه طرف بود دیگه. کارفرماها هم هیچ ارزشی برای زمان من قائل نبودن و از 8 صبح گرفته تا 12 شب امکانش بود که یهو پیام بدن که برو فلان پلن رو آماده کن، فلان کار رو انجام بده و معمولا هم میگفتن کار فرصه و بعد فوری تحویل بدی. و حتی اگه 2 ساعت میخواستم از خونه برم بیرون مدام استرس این رو داشتم که نکنه الان یه پلن جدید بهم بسپرن و منم چون بیرونم و دسترسی به سیستم ندارم نتونم کارشون انجام بدم. خلاصه گذشت و همونطور که گفتم رسید به زمانی که حقوق چند ماهی بود که پرداخت نکرده بودن، بیمه‌ای هم رد نشده بود و قراردادی هم برای چند ماه گذشته‌اش امضا نکرده بودم. تصمیم گرفتم که با مدیر عامل شرکت صحبت کنم. باهاش تماس گرفتم، جواب نمیداد. 3 روز 4 روز بود که باهاش تماس میگرفتم اما بازم جواب نمیداد. و خب میدیدم که آنلاین میشه و آنلاین هست اما خب جواب منو داره نمیده. تصمیم گرفتم با مسئولین شعبه مشهد صحبت کنم و ازشون بپرسم که چرا وضعیت به این صورته. ولی خب اونا هم جواب درست حسابی بهم ندادن و میگفتن از اونجایی که شما زیر نظر شعبه تهران داری کار میکنی این مسائل ربطی به ما نداره و باید با همون مدیر عامل تهران صحبت کنی. برام جالب بود که توی همون مدت زمانی که مدیر عامل جوابمو نمیداد به طور عجیبی از طرف کارفرما حجم خیلی بیشتری کار بهم سپرده میشد. و از اونجایی که اخیراً یکی از همکارام اخراج شده بود به این نتیجه رسیدم که اینا میخوان تا جایی ممکن ازم کار بکشن و بعد به بهونه تعدیل نیرو منو اخراج کنن. اینجا بود که فهمیدم تو اینجور محیطای کاری مهم نیست که چقدر تلاش کنی. اگر نسبتی با مدیر نداشته باشی یا صرفاً بخواد حال نکنه عملاً کارت تمومه. و بالاخره تصمیم گرفتم استعفا بدم و استعفا دادم. بعد از استعفا 90% نزدیکانم بهم میگفتن که کار اشتباهی کردی، کاری که انجام دادی احساسی بوده، عجولانه بوده و بهتر بوده که بازم تحمل میکردی. اما خب احساسی که خودم داشتم اینطوری بود که اگه یه لحظه دیگه تو اون شغل میموندم هیچی ازم باقی نمیموند و خودم رو از دست میدادم، چون درگیر کاری بودم که نه محیطش محیط مناسبی بود برام و نه علاقه‌ای به کار تو اون محیط داشتم. ولی ته دلم خوشحالم از اینکه این کار رو انجام دادم. حالا با اینکه پلن بی نداشتم ولی خب از زمانی که استعفا دادم یه احساس سبکی همراهمه. یه احساسیه که ذهنم بازتر شده، دارم مسیرهایی که جلوی پام رو بررسی میکنم و با اینکه پلن بی نداشتم و دانشجوی مشهدم و شرایط آسون نیست اما ته دلم خوشحالم از اینکه این کار رو انجام دادم، چون الان حداقل میدونم درگیر کاری نیستم که بهش علاقه نداشته باشم و الان خیلی راحت‌تر میتونم انتخاب کنم که به چه سمتی حرکت کنم. نمیخوام کسی رو تشویق کنم که استعفا بده. من فقط میخوام بگم که اگر درگیر موقعیتی هستی که راضی نیستی یا اگه درگیر شغلی هستی که احساس خوبی نسبت به خودت نداری یا توی رابطه‌ای هستی یا با افرادی ارتباط داری که اون احساس خوبه رو ازشون نمیگیری، شاید بهتر باشه یه نگاه جدی‌تر بهشون بندازی. ما حدوداً 50% روزمون رو درگیر شغلمون هستیم.
و خب چه بهتر که اون مدت زمان رو درگیر کاری باشیم که از انجام دادنش احساس خوبی نسبت به خودمون داشته باشیم، چون برای یک انسان هیچ چیزی مهمتر از زمان براش نیست. پس برای خودت اهمیت قائل شو، اون کاری رو انجام بده که به خودت احساس خوبی بده. اگر تجربه مشابهی مثل من داشتید خوشحال میشم که توی کامنت ها نظرتون رو بذارید و منم با کمال میل کامنتاتون رو میخونم و جواب میدم بهتون. چند روز پیش یه ویدیو آپلود کردم که تایتلش این بود: هر طور که کاری رو انجام بدی همونطور هم زندگی میکنی. به نظرم اگه این ویدیو رو دیدی اون ویدیو رو هم حتما باید ببینی. ممنونم ازت.